سوالات کوی که مادر چرمونی دارم از اون میخورم ما دیدیم نه فلانی دیدیم هیچ چیز ندیدیم. میگم خیر از بچه خدا مهربان است. میگه طوری که یک روشنی دارم. توزیع 20,000 پکیج مواد ارتزاقی در سراسر افغانستان از طرف بنیاد خیریه عزیزی، اسلامی بانک و عزیزی بانک در این ماه مبارک رمضان. این بار آمدیم نزد یک فامیل در دامنه های کوی ریشخور زندگی میکنند. مادر جان، اول در مورد روزگار و خصوصا این ماه مبارک رمضان از خودت میشنوم. کار میکنی؟ کارگر خانه کجاست؟ کارگر خانه ندارم. خودم یگان جای کار باشه میرم کالاشویی و یک کار پاکاری میکنم، نباشه دیگه کارگر ندارم. ماه رمضان بسیار به مشکلم را یافت اولادم سپری میکنم. دیگه بسیار مشکل از زندگی. من میرم از آن تیر شد ما یک خورما را نیافتیم که تا اولادم روزه دادن بخوریم. 4-5 نفر روزه دار هستیم، نیافتیم بخوریم، چیز نداریم بخورم. نمیم روز شب اولاده کنیم نان و چای خورد، روز افطار میکنیم هیچ چیز نداریم بخورد. نمی خانه و ایرانیم در دروازه شکستگیم. نمی زندگی میکنم. اولاده کای مکتب میره میگم مادر جان ما کالای مکتب نداریم، ما قلم نداریم، کتابچه. میگم در امیدتان به خدا کنین، خدا مهربان است. روزا را خدا من میبرم. یک میده تا کرم بود تمور شو پخته کردن سرخ کردن که تینه قیق روغن خوردن. دیگه صبح که اولاده کای میگم مامی ما خوشیمه نداریم که رو بگردیم خیره بچیم. توکلتان به خدا کنین. زنگ دادین گفتیم من میم، گفتم خدا را شکر بچه همیشه بشینین. گفت چی پخته کنیم؟ گفتم بچه خدا مهربان است، از دربار خدا براتان میرسه، باز بگیرین بخورین. مشکل بسیار زندگی او ندارم، برق ندارم. زمستان بسیار به مشکل زمستانم پیر میشه. زمستان سخت دارم او ندارم. از خانه بکشم گریان نکنیم مادر. میگیرم برف او میکنم در پشکام اندازم جلو جندت آتش میکنم این تخفانیم دود پر از میارم میمانم اولادایم از استفاده میکنم. بسیار دل درد دارم، ندارم دیگه طاقت توانایی. مادر جان نکنید دیگه، گریان نکنید. صنف چند هستی؟ 3 با درس ها رو یاد داری دیگه؟ لایق هستی؟ چند نمره هستی؟ 3 نمره هست. اول آفرین. ما یک پکیج از طرف بنیاد خیریه اسلامی بانک، عزیزی بانک و بنیاد خیریه عزیزی بر شما آوردیم مادر جان. خداوند خود دفنه حکمت خود کسی که کمک میکنه تا اینجا زحمت میکشه به خوار غریب بیچاره، خداوند دفنه حکمت خود نگاهشان کنه. خداوند اجرش بتیشان که کمک میکنن. من نمیخواهیش دارم از این بنیادی که برای ما کمک کرده و مطر روزه دارن، زکات روزه دارن. امروز رمضان آخر اولاد من که خوش کردن، ایدش خوش کردن.